به دور از هیاهوهای شهری و آبادی و فروشگاه‌های بزرگ و مردمی که به خوشگذرانی در این جزیره، یعنی جزیره کیش، مشغولند، مکانی وجود دارد که امروزه کمتر توجهی را به خود جلب می‌نماید. این مکان روزگارانی نه چندان دور خاندان سلطنت، خانواده شاهنشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی را در خود جای می‌داده است. شما امروزه با هر قدرت و ثروتی که دارا هستید، هرگز به چرخ روزگار دلخوش نباشید و بر آن دل نبندید. شاهنشاه شاید در آن روزگاران هرگز تصور نمی‌کرد که این جهان خراب چه سرنوشتی قرار است برایش رقم بزند. از داشته‌های خود لذت ببرید و آمادگی از دست دادن بهترین های زندگی خود باشید. شادی و لذت را با دیگران به اشتراک بگذارید که این مهمترین کاری است که شما در طول حیات خود انجام می‌دهید. سپاس از توجه شما. به می امارت دل کن که این جهان خراب بر سر آمست که از خاک ما بسازد خشت. بر سر آن است که از خاک ما بسازد